از قسمت سیومی برنامه 100 بزرگترین آدمان امت اسلام برای هر یک شما سلام و درود خود را میرسانم. چنانه که در قسمت گذشته وعده کرده بودیم، امروز در این قسمت ما الکی از شخصیت این بزرگان شناس خواهیم شد و از اولین و بهترین انسان، از اولین قهرمان برنامه خود امروز برای شما گفته میگذاریم. لیکن پیش از آن که آغاز کنیم باید گفته گذاشت که در این برنامه اسمهای پیامبران ذکر نشده است، زیرا که آنها به این هم الکی در بین مردم بزرگترینند و بزرگترینشان پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. برای همین شخصیت هایی که در این برنامه بررسی خواهند شد آنها آدمان عادی اند و آدمان عادی بودند و این چنین جریان آموختن این شخصیت های بزرگ از وقت یا مکان یا حتی از تأثیر آنها به تاریخ وابسته نیست. این از دیگر سبب ها وابسته است که بعد آینده بعدتر به شما آشکار خواهیم کرد. در این مورد تنها یک استثناء را حکایت خواهیم کرد و حکایت خود را با آن کسی آغاز میکنیم که در حقیقت بزرگترین این مردم است. این نفر شخصی است که بهترین اولین شخص پس از پیامبران به حساب می رود. این شخص اولین شخصی بود که اسلام را قبول کرد. انیخترش اولین مردی بود که اسلام را قبول کرد. بدون یگان شبهه او به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم باور کرد. این نفری که ما گفته استادیم کی است؟ این نفر ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد. برای چی به کدام خاطر این نفر را ابوبکر گفتند؟ زیرا اسم حقانی، اسم اصلی او عبدالله است. به همان خاطر ابوبکر گفتند که ابوبکر یعنی که اولین، به همان خاطر که اولین مردی است که اسلام را قبول کرده است. و صدیق به همان خاطر میگویند که به یگان شبهه به پیامبری رسول خدا صلی الله علیه و سلم باوری کرده است. اینجا باید گفته گذشت که ابوبکر رضی الله عنه یکی از شخصان معروف در مکه در دوران پیش از اسلام بود. یعنی که او بعد از قبول کردن اسلام مشهور نشد. او پیش از قبول کردن اسلام نیست، آندمی که حالا اسلام نبود و یکی از شخصهای مشهورترین مکه به حساب می رفت. و یکی از آن 10 نفرانی بود که مسئله های مختلف شهر مکه را حل می کردند و مسئولی فدیه برای مردگان بود. در بین اهالی قریش یگان نفر به اجازت ابوبکر رضی الله عنه یگان خیل قرض گرفته نمی توانست. و اینجا تمام قدرهای ابوبکر رضی الله عنه را برای گفتن وقت نمی رسد، امکان ناپذیر است. و همه ما آگاه هستیم که وقت تنگ است و به همین خاطر، به خاطر که وقت شما را نگیریم، ما امروز تنها 2 خدمت ابوبکر رضی الله عنه را انتخاب کردیم و برای شما گفته خواهیم داد. اگر غیر از این 2 خدمتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه کرده است، او دیگر یگان خصلت ها نمی داشت، دیگر یگان خصلت های دیگر نداشته باشدم، پس همین 2 خصلت او، همین 2 خدمت او کافی است که او به شبهه به یگان شک روی خط بزرگترین آدمان را با نام خود آغاز کند.
اولین اعمال، اولین خدمت ابوبکر رضی الله عنه این موقع استوار او در مسائل های دینی می باشد که همچون مانع در بین انسانیت و افتش آن تاریکی جهالت بود و این الکی پس از به اتمام رسیدن فرستادن وحی است. وحی ها و آخری زمان پیامبران که الله سبحانه و تعالی در طول عصرها برای توحید توسط پیامبرانش توسط وحی ها مردم را دعوت میکرد و کسانی بودند که ایمان می آوردند و کسانی که حقیقت را قبول نمی کردند. یعنی که از آن زمانی که حضرت آدم، از زمان حضرت آدم تا به آخرین پیامبر، تا به مهر پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند در هر قبیله ها، در هر دور و زمان، در هر قبیله هایی که در دنیا بودند، بین آنها به آنها از بین خود آنها پیامبر را می‌فرستاد و توسط او مردم را به راه حق دعوت میکرد و در بین مردم یافت میشدند بودند آدمانی که گروهی مردمی که با پیامبر خدا باور میکردند و یگانگی خدا را اعتراف میکردند و بعد برعکس بودند نفرانی که آنها به گروه آن آدمان داخل میشوند که حقیقت را قبول نمی کردند. و همین طور وقتی که حضرت موسی علیه السلام 40 روز نبودند، بعضی از آدمانی که از قبیله آن کس بودند آنها گوساله طلایی را خدا گفتند و با او تعظیم کردند را شروع کردند. واقعه های نه آنقدر خوب برای مردم مسلمان پس از مرگ پیامبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم به عمل آمدند که اگر ابوبکر رضی الله عنه پس از مرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن سخنان مشهور خود را نمی گفت، تنها خداوند میداند که حال امت امروز چگونه بود. آن سخنهایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند بی‌شبهه بزرگترین سخنان در تاریخ انسانیت پس از کلام الهی و پیامبران است و ارزنده است که با حرفهای زرین نوشته شود. این چه سخنها بود؟ این چه گفته ها است که ارزنده بوده است با حرفهای زرین نوشته شود؟ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دنیا را ترک کردند، از دنیا گذشتند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به بیرون برآمد، نزد مردم آمد و گفت ای آنهایی که به محمد صلی الله علیه و سلم سجده میکردید، محمد را میپرستیدید، دانید که محمد از دنیا رفت، محمد این دنیا را ترک کرد. و ای آنهایی که به خداوند ایمان آوردید، یگانگی خدا را اعتراف کردید و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را شهادت دادید، دانید که خداوند زنده است، خداوند جاودانی است و خداوند با شما است. با همین سخنها که ما بسیار وقت میشنویم و میبینیم، خدای تعالی دین حقیقی خود را توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنه حفظ کرد. یعنی که الکی خداوند میدانست خداوند بزرگ است، خداوند داناتر است، خداوند الکی در تاریخ در نوشته بود که ابوبکر رضی الله عنه پس از مرگ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سخنها را به مردم میگوید. شما بزرگی این شخص را میفهمید بعد از این سخنها. خدمت دوم از جانب ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بزرگترین انسان پس از پیامبران
حساب می رود، این غلبه او است. چی غلبه؟ کدام غلبه؟ پیش از آغاز گفتن به این غلبه باید گویم که در تاریخ دولتداری و ضبط کنی و طرز بردن ارتش به جنگ قانونی است که افاده زیرین را تصدیق میکند. یک فرمانده، یک لشکر نمیتواند که یک باره با دو فرمانده، با دو لشکر دیگر جنگ کرده غلبه کرده باشد. زیرا اگر این کار را کند شکست وی قریب است و بسیار پادشاهان، بسیار امیران همین کار را کرده بودند و همه یکایک پسی هم مغلوب می شدند. لیکن ابوبکر رضی الله عنه این قانون را ویران کرد وقتی که در یک وقت با دو امپری بزرگ ویزانتیا و فارس محاربه نموده بالای هر دوی اینها غالبیت به دست آورد. ابوبکر صدیق لشکر شرق را تحت رهبری فرمانده افسانوی خالد ابن الولید اداره میکرد که آنها تمام قلعه ها را خراب کردند و همزمان خود ابوبکر رضی الله عنه از طرف غرب برای جلوگیری از امپری ویزانتیا به جنگ ها برآمد. بعد از این کامیابی، یعنی که بعد از غلبه ابوبکر رضی الله عنه در این جنگ، دولت مسلمانان به یکی از دولت های بزرگترین دنیا تبدیل یافت. اکنون شما فهمیدید بزرگی این آدم را. حالا فهمیدید که چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که این انسان است در روی زمین که پس از پیامبران اولین شده به بهشت می دراید. یعنی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس از پیامبران خدا اولین آدم از آدمان عادی است که به بهشت می دراید. و اینجا باید گفته گذاریم که این غلبه به دست آورده ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیلی غلبه بزرگ بود، لیکن ابوبکر صدیق آخرین آدمی نبود که این گونه غلبه به دست آورد. زیرا پس از 1300 سال پس از مرگ ابوبکر رضی الله عنه در طرف غربی دولت اسلام یک مرد به دنیا آمده است که همزمان با بیش از 2 قدرت بزرگ دولتی جنگ کرده است. یعنی که با گذشت وقت وی با 3 دولت پرقدرت ترین جهان یک باره مبارزه بود. این مرد بزرگی که جامعه اسلامی تولد کرده است کیست؟ این مردی که برای تمام جهانیان قریب به تمام دنیا الهام بخش بود. مردی که در تاریخ نام خود را بی‌شبهه ماند. مردی که همچون یکی از بزرگترین آدمان امت اسلام نام خود را باقی گذاشت. که بود؟ اگر شما به شبکه برادر مسلم در یوتیوب آبونه شوید و ما را همراهی کنید، البته در قسمت نوبتی برنامه 100 بزرگترین آدمان امت اسلام همراه ما از کی بودن این نفر آگاه خواهید شد. و همچنین شاد می شویم اگر شما فکر و اندیشه های خود را در زیر هر یک قسم این برنامه در کامنتاری ها به ما پیشنهاد کنید و این چنین فکر و اندیشه های شما، نهادهای شما را نیز آنجا انتظار است. تا قسمت بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.